نام محمد تا ابد، در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا راستگویی انسان را به سوی نیکی راهنمون می کند و نیکی انسان را به بهشت می رساند. و شخص به اندازه راست می گوید که در زمره صدیقین یعنی راستگویان قرار می گیرد و همانا دروغگویی انسان را به سوی فسق و فجور می برد و فسق و فجور انسان را به جهنم می کشاند. و شخص به اندازه دروغ می گوید که نزد خداوند در زمره دروغگویان نوشته می شود. روایت بخاری و مسلم. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عاقبت راستگویی و دروغگویی را بیان فرمودند که راستگویی انسان را به جنت و دروغگویی به دوزخ می کشاند. پس اختیار با توست که کدام راه را انتخاب می کنی. صد افسوس که امروزها مسلمانان ما از این فرموده گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روی گردان هستند. نسبت به راستگویی دروغگوییشان خیلی زیاد است. حالا آن که دعوا می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دوست می داریم. برادران و خواهران عزیز، از دروغگویی بپرهیزید و به راستگویی خود را عادت نمایید تا به سوی کارهای نیک راهنمون شوید و عاقبت به جنت جاودانی داخل شوید. و السلام علی من اتبع الهدى. ای جاهلان بدسرشت، پندارتان زین کار چیست؟ نام محمد تا ابد، در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. از پرتو انوار او چشمانتان کور است و تار،